قصه عشق مادر. پسر بچه از حجره خوابش برآمده راست به آشپزخانه رفت و ورقی را که در دست داشت به طرف مادرش دراز کرد. مادر که مشغول پختن خوراک بود، دستانش را با پیشبندش پاک کرد و کاغذ را از دست پسرک گرفت و شروع به خواندن کرد. پسرک در ورق نوشته بود: درویدن علف ها 5 سومون، روبوچین خانه 5 سومون، نگاه بینی دادرم 3 سومون، پرتافتن پرتاف ها 2 سومون، خرید و بازاری کردن 1 سومون. مادر به نوشته های فرزندش با دقت نگاه کرد و بعد از چند لحظه از دست فرزندش قلم را گرفت و در پشت همان ورق نوشت: 9 ماه بارداری بی پول. تمام شب‌هایی که بالای سرت بیدار ماندم و برایت دعا کردم بی پول. اشک‌هایی که در وقت‌های بیماریت ریختم بی پول. تمام شب‌هایی که با نگرانی به آینده‌ات فکر کردم و برایت دعا خواندم بی پول. شیر دادن و خوراک دادنم به تو بی پول. شستن سر و تنت بی پول. حتی پاک کردن بینیت بی پول. پسرم، اگر جمع همه اینها را حساب کنی، قیمت عشق من به دست می آید که این هم باشد برای تو بی پول. وقتی فرزند به نوشته های مادرش نگاه کرد، اشک از چشمانش جاری شد. خود را به آغوش مادر پرداخت و گفت: خیلی دوستت می دارم مادر جان.